نخستین انگیزه فرار است و وقتی جایی برای فرار نیست، دعایی که انگار دیگر فردایی نیست، چون برای مردمانی که در اطرافتان می‌میرند فردا هرگز نمی‌آید. هیچ کس نمی‌داند کجا پنهان شود، چگونه خودشان را نجات دهند، چگونه زنده بمانند. اجساد غیر قابل شمارشند، طوفانی از خشونت و سردرگمی، غضب هولناک الهی. این همان مرگ سیاه قرون وسطی است، بزرگترین فاجعه زیست شناختی در تاریخ بشر. به گفته یکی از شاهدین عینی، پایان جهان، طاعون. در سرآغاز قرن 14 میلادی تمدن غربی رو به رونق گذاشته است و روز به روز شکوفاتر می‌گردد. Europe has had 3, maybe 4 centuries of really good times. The church has been strong, various kingdoms have been strong, trade has grown, cities have grown, industry has grown, there haven't been any natural catastrophes, weather's been nice, population's been growing. It's really been a nice time for Europe. ولی این دوران رونق و شکوفایی به زودی با واقعیت جدیدی فرو خواهد پاشید. ناگهان ساختار آب و هوای جهان دچار تحول می شود. دمای زمین به طور ناگهانی فروکش می کند و محصولات غذایی از بین می روند. عصر طلایی فرو می پاشد و رویاهای وقوع آخر زمان همه جا ظاهر می شود. The 4 horsemen of the apocalypse have come. Famine hits, plague hits, war is all over, and death is all over. تا دهه 1940 جنگ سرتاسر قاره اروپا را فرا می‌گیرد. بحران روزافزون بیشتر به طبقه کارگر لطمه می‌زند. اما متمولین این هرج و مرج روزافزون را فرصتی برای کسب ثروت بیشتر می‌بینند. در 33 سالگی ادوارد سوم انگلستان فرمانروایی ورزیده و مجرب است، ولی جزیره تحت سلطه او آنقدر بزرگ نیست که جاه طلبی او را ارضا کند. در آگوست 1347 سپاهیان ادوارد به یک پیروزی بعید در کالیه دست می‌یابند. بر رقیب ثروتمندش فیلیپ ششم فرانسه غالب می‌شود. ادوارد همکنون کنترل بیشتر بخش‌های سواحل فرانسه را در دست دارد، ولی به پایان نبرد خیلی مانده. This is the beginning of the 100 Years' War, and of which is really a world war as far as the Europeans are concerned. It involves everywhere: Spain, Germany, Italy, France, England. شاه ادوارد قول ازدواج دخترش جوان را به پدرو شاهزاده کاستیل اسپانیا می‌دهد. هدف ادوارد از این وصلت این است که محدوده حکمرانیش را تا شبه جزیره ایبریا پیش ببرد. وصلت میان دو این خانواده سلطنتی به ترسیم دوباره نقشه اروپا می انجامد و ادوارد را به قدرتمندترین پادشاه قلمروی مسیحیت تبدیل می سازد. جان 15 ساله تا به حال نه نامزدش را دیده و نه به اسپانیا سفر کرده است. همانند هر دختر جوان دیگری امیدوار است که پدرش شاهزاده‌ای خوش سیما و شاید هم مهربان برایش انتخاب کرده. در 600 کیلومتری جنوب اونیون فرانسه، پاپ کلمنت ششم نماینده خدا بر روی زمین به آینده خود می‌اندیشد. 1000 سال است که کلیسای کاتولیک او هم بر شاه هم بر رعیت حکمرانی کرده و بزرگترین قدرت قرون وسطی محسوب می شود. The religion of a medieval person was their life. It surrounded them. They thought nothing of going to church every day. Their life consisted a lot of blessings which they attributed to God and cursings which they kind of attributed to God too, although they blamed it on their sins. So their whole life was enveloped in this religious atmosphere. ولی در قرن 14 وجهه بظاهر آسیب ناپذیر کلیسا کم کم دچار تزلزل می شود. Priests were coming under a lot of criticism
for abusing their power. We have lots of examples of priests who had concubines, priests who slept with women in the village, priests who were considered corrupt. خود پاپ نیز بدنام شده بود. فرانسوی ها خواستار تغییر قلمروی پاپ از روم به اونیون شدند. جدایی از سنت ظاهراً با سبک زندگی کلمنت ششم همخوانی داشت. مردی دنیوی که اهل خوشگذرانی بود ولی برای ایمانداران غیر قابل قبول بود. علیرغم عقیده شکگرها، سخنان کلمنت همچنان از نفوذ مطلق برخوردار است. ولی آیا این نفوذ کافی خواهد بود در زمانی که دنیای پیروانش دچار تزلزل می شود؟ Questo è un messaggio urgente per il chirurgo. Sì. یک تن که ثابت می کند تنها شخص معتمد و مشاور شجاع اوست پزشک شخصی اوست. گی دی شلیک. He's the medical practitioner of great renown. He had been in court medical circles since the reign of Philip the Fair around the turn of the 14th century, and now he is the attending physician, so to speak, of the Pope. در دنیای دوشلیک مذهب بر علم حکمرانی می کند. حال که این دو چنین به هم وابسته‌اند، مدرک پزشکی را فقط در صورتی می توان به دست آورد که فرد مدرک الهیات داشته باشد. ولی نه کتاب‌های پزشکی و نه انجیل او خواهند توانست دوشلیک را برای فاجعه‌ای که در پیش روست آماده کند. در شرق در دشت‌های مغولستان اتفاق هولناکی در شرف شکل گیری است. عامل نامری مرگ. طبق شایعاتی که در جریان است تمام اهالی چین و هند و دنیای اسلام به کلی در حال نابودی اند. Interestingly enough, these rumors of origins in the East are accompanied by apocalyptic descriptions of the plague's origins. There were miraculous events that occurred, a rain of frogs, serpents, and so forth. There was a rain of hail and thunder and lightning, and then finally stinking smoke and thunder fell from the heavens. مغول‌ها تا بیش از سال 1347 شکست ناپذیر بودند. حکمرانی آنها بر شرق 150 سال ادامه پیدا کرد با قلمرویی که از ارتفاعات تبت تا آن سوی رودخانه ولگا و از پکن تا قسطنطنیه گسترده شده بود. Essentially they opened up trade between Western Europe and China. People could essentially follow routes that went through Central Asia. So that the second half of the 13th century in particular was a time for expansion of European trade toward the east. ولی همچنان که مغول‌ها دنیا را به مکانی بهتر برای تجارت تبدیل می‌کنند، به طور همزمان بحث‌های نابودی را هم به همه جا می‌پاشند. We have very valuable goods and cargo such as spices and silk passing along this overland route opened up by the Mongols through their unified empire. But of course another commodity would have been plague. بیماری طاعون سرسختانه در سرتاسر دشت مغول گسترش می‌یابد. روستاها را نابود می‌کند. اجساد متورم با زخم‌های بدتینت. در این سرزمین چیزی به هدر نمی‌رود. کالاهای با ارزش همچون کرد و پتو همیشه غارت می‌شوند. مابقی آتش زده می‌شوند. این تلاشی است برای کشتن اهریمنی که منجر به چنین فلاکتی گردیده. ولی این دیو نامرئی همراه با چپاولگران در حرکت است. در سال 1347 هزاران کیلومتر آن سوتر در غرب در شهر تجاری و شلوغ ژنو خادمی در حال آماده شدن برای سفری خطرناک است. در جامعه‌ای که به وسیله تعالیم کلیسای مسیحی هدایت می‌گردد، همین حالا هم جان او در خطر است. نامش اگیمت است و یک یهودی است. Jews had to have the explicit
invitation and permission of the king to be in a town. They were, in a way that no other medieval person was, owned and directly dependent upon the king or a great noble like a bishop. اگیمت به درخواست اربابش در صدها کیلومتر آنسوتر به شهر ونیز می رود تا از آنجا کالاهای لوکسی را خریداری کند که در بازار وطنش نایاب هستند. ولی این سفر او را درگیر اهریمنی ترین وقایع تاریخ می کند. در انگلستان در 2500 کیلومتری غرب یک سوارکار در حال نزدیک شدن به انتهای سفری خطرناک است. این نغمه سرای اسپانیایی هفته هاست که در راه است. او هدیه شاهزاده کستین به نامزدش پرنسس جوان انگلیسی است. قرار است که او در طول سفر عروسی پرنسس به کستیل برایش ترانه‌های عاشقانه بخواند. یک ژست رمانتیک برای جلب نظر دخترکی جوان. جان و همراهانش در مسیر سفرشان به کستیل تصمیم میگیرند تا در ساحل فرانسه توقف کنند و سری به قصری که در شهر بوردو دارند بزنند. جان که در میان 12 فرزند ادوارد سوم دردانه پدرش است، در طول این عمر کوتاهش هیچ گونه کم و کسری احساس نکرده است. در این سفر بسیار مهم فقط یک کشتی لباسهای او را حمل می‌کند. در کنار کشیشان و دیپلمات‌های برجسته 100 نفر تیرانداز نیز در این سفر حضور دارند تا از این محموله با ارزش نگهبانی کنند. ولی این پیشگیری‌ها راه به جایی نخواهد برد. در عرض 1 سال همگی خواهند مرد. حتی اینک نیز یورش در جریان است، تهاجمی که در پشت این مسافرین مخفی حمل می‌شود. یک بمب ساعتی که به زودی این جهان زیبا را نابود خواهد کرد. طاعون. راه‌های تجاری که به دست امپراتوری مغول گشوده شده حالا مروج انتقال کالا، مردم و در نتیجه طاعون به قلب اروپا است. مسافرین در راه، کارگران مزارع و حتی دختر شاه انگلستان همگی به زودی با بزرگترین قاتل تاریخ بشر روبرو خواهند شد. مرگ سیاه. این راه تجاری به شهر بندری کافا منتهی می شود که در دریای سیاه نقطه شروع حرکت کشتی‌های بازرگانی به سوی ایتالیا به شمار می رود. در سال 1347 مغول‌ها به شهر مسیحی نشین کافا حمله می کنند با این امید که این حلقه ارتباطی مهم را از آن خود کنند. در ابتدا این چنین به نظر می رسد که شهر در برابر تهاجم بیرحمانی آنان به زانو خواهد افتاد، ولی در اوج این کشمکش ها مغول‌ها ناگهان با دشمن مهلک جدیدی به نام طاعون مواجه می شوند. این موضوع باعث می شود تا آنها به ناچار آخرین نقشه خود را عملی کنند. The Mongols got the plague and had to call off the siege. But before they left, they decided to catapult their dead corpses, the dead bodies of their victims, into the town in order to, quote, extinguish everyone inside and give the plague to their enemies. And apparently this is how the plague was communicated by the Mongols to Europeans. این اولین جنگ میکروبی است که در تاریخ به ثبت رسیده. گرچه این داستان بیش از واقعیت حالت افسانه‌ای دارد، ولی طاعون مغول‌ها بالاخره به مردم شهر کافا سرایت کرد. The plague is fairly slow moving for an epidemic disease. In 15 years, given the vast stretches of the steppe and the thinness of the population, would be about the right time to get it to Kafo. گرچه این حقایق به حد کافی روشن و آشکار است، ولی نقطه ابهام در اینجاست که چگونه طاعون با شروع چنین آرامی با چنین سرعتی در اروپا منتشر گردید. بسیاری از مورخین بر این عقیده‌اند که بیماری از طریق کشتی‌های بازرگانی به سرتاسر اروپا منتشر شد و اولین جایی که به آن سر می‌زند جزیره سیسیلی است.
همیشه پس از طوفان‌های مدیترانه چه عاید ساکنین نواحی ساحلی و خلیجی ایتالیا می شود، آشغال‌هایی است که امواج با خود می آورند. ولی امسال امواج با خود چیز دیگری به ارمغان آوردند. Oh mio Dio, andiamocene via! Andiamocene! Aspettami! و در شهرها کشتی‌ها از دریای سیاه وارد بندرها می شوند و حامل چیزی پلیدند. در زیر عرشه کشتی ایتالیایی ها محمولی از اجساد می یابند. معدود بازماندگان این فاجعه این بیماری را این چنین وصف می کنند: بیماری تا استخوان‌هایشان پیشروی کرده. Mio Dio, che male è questo? وقتی که مردم شهر متوجه این خطر می شوند، تلاش می کنند تا کشتی های ناقل طاعون را از بندرهای خود برگردانند، ولی دیگر خیلی دیر شده است. طاعون وارد شهر شده و کشتن را آغاز کرده. این یک بیماری معمولی نیست، بسیار چندش‌آور و دردناک است. قربانیانش را در تب شدید و ظلماتی از یأس فرو می برد. Initially, it would have been difficult to tell the early symptoms of Black Death from a very heavy flu-like, what we would consider to be flu-like symptoms, fevers, chills, and a high temperature. And then there would be a second stage where there would be development of the welts, the swelling of the buboes. این آماس‌های دردناک همان غدد لنفاوی هستند که در ناحیه گردن یا کشالی ران متورم می‌شوند. کم کم سیاه و تا اندازه توپ بیسبال بزرگ می‌شوند. این آماس‌ها نشان می‌دهند که به احتمال زیاد طاعون گاوی عامل مرگ سیاه بوده است. It's a spread. It can be very, very rapid. It can cause septic shock. Your blood pressure will drop very rapidly. See multi-organ failure. The vascular system can become leaky and you can have hemorrhaging. The buboes themselves are very, very painful. It's a very awful way to die. همانند پیشگامان مرگ، اهالی سیسیلی همانند دیگر قربانیان این بیماری به زودی به این نتیجه دست یافتند که این بیماری نه تنها وحشتناک است، بلکه به شدت مصری است. به سرعت در بین خانواده‌ها شیوع پیدا می‌کند، در جای جای شهر رعب و وحشت می‌آفریند. This more or less struck out of the blue, and nobody had seen anything like this. So these people were like, they were like Columbus is in the land of mass death. That's just what they were like. وقتی که طاعون سرتاسر شهر سیسیلی مسینا را در بر می‌گیرد، چاره دیگری جز توسل به مریم مقدس به ذهن بازماندگان خطور نمی‌کند. کسانی که هنوز قادر به راه رفتنند به سوی معبدی که در 10 کیلومتری قرار دارد می‌روند تا مجسمه مریم مقدس را به شهر آورند. Santa Madre, proteggici da questa malattia in nome di Cristo. به گفته مورخ ایتالیایی میشل دی پیازا، علیرغم التماس‌ها و دعاهای مردم شهر، مریم مقدس به آنها هیچ کمکی نمی‌کند. The arrival of the statue profited nobody. The Messinese were so loathed and feared that no man would speak to them or be in their company, but hastily fled at the sight of them, holding his breath. The visibility of the disease, it marks an individual out as having that disease, and that's very important in terms of creating social stigma. گرچه سیسیلی ها از شهر همسایه مسینا دوری می کنند، ولی با این روش هم نمی توانند جلوی شیوع این بیماری را بگیرند. علائم بیماری با سرعتی باور نکردنی در سرتاسر جزیره گسترش می یابد و این تازه آغاز دهشت است. سایر کشتی‌هایی که از کافا بارگیری کرده‌اند هم وارد خاک اصلی ایتالیا می‌شوند. آنها همراه خود کرک، پارچه و موش آوردند. تمام آذوقه‌های عالی مرگ. طاعون همانند فرشته انتقام به سرعت سرتاسر قاره اروپا را فرا می‌گیرد و بلا آغاز می‌شود.
اینک اروپا با بزرگترین تهدید تاریخ بشریت روبروست. قاتل تیزپا و مهلک که معلوم نیست از کجا آمده و تا کجا پیش خواهد رفت. زمانی که به سواحل ایتالیا میرسد مردم منطقه کاملا در برابرش بی‌دفاعند. زیرا دانش قرون وسطی در منجلابی از خرافات و جهالت به دام افتاده است. گی دو شالیاک پزشک شخصی شاه فرانسه فیلیپ ششم و همچنین پاپ کلمنت ششم است که در اونیون فرانسه اقامت دارد. او که به ذکاوت بالا شهرت دارد در صومعه‌ای واقع در مونپلیه زیر نظر بهترین پزشکان اروپا تعلیم دیده است. تکنیک‌های ابداعی از قبیل حجامت با زالو همگی برای بازگرداندن تعادل بدن طراحی شده‌اند. There actually were medical theories about the balances of elements, about what kind of balance the body needs in order to stay healthy. And the plague, from a medical point of view, was seen above all as a reversal of all the normal balances. کاملا ساده است. هرگاه سیارات به طور غیرعادی در یک راستا قرار می‌گیرند، شیوع بیماری آغاز می‌شود. برای انسان‌های قرون وسطی این همان توجیه منطقی این بی‌نظمی است. The conjunction of the three planets, Jupiter, Mars and Saturn, that created noxious vapors within the air. And it was these noxious vapors that interacted with the individual constitution that caused somebody to succumb to the plague. This was the miasmatic explanation, or that the plague came from a miasma, an evil vapor. And I should emphasize that these explanations were not new. They were very old. و این طرز تفکر به قدری جا افتاده و تغییر ناپذیر شده که دست کشیدن از آن برای جامعه پزشکی قرون وسطایی امری کاملا غیر ممکن است. در خارج از مراکز قدرتی همچون اونیون و پاریس، در شهرهای بازرگانی همچون ژنو و ونیز، مردم عادی نظریه‌های ساده‌تری در خصوص منشأ طاعون داشتند. از بد به تولد به آنها این گونه تلقین داده شده بود که همانند تمامی برکت‌ها، مصیبت و فلاکت نیز از سوی خدا نازل می‌گردد. In the Middle Ages, the entire logic of the relationship between God and the world involved God's punishing the world when the world sinned. بقیده مورخ ایتالیایی قرن 14 گابریل دیموسیس این مردم از مدت‌ها قبل مستحق چنین مجازاتی بودند. Almighty God saw the entire human race wallowing in the mire of manifold wickedness, enmeshed in a wrongdoing, pursuing numberless vices, drowning in the sea of depravity because of a limitless capacity for evil. اکنون ما به خوبی می‌دانیم که عامل شیوع مرگ سیاه گناه یا شرارت نبود. این نوعی بیماری مصری بود. ولی سوال اینجاست، کدام بیماری؟ ششصد سال بعد مورخین و دانشمندان همچنان به دنبال جواب این سوال می‌گردند. What the key question becomes is how those diseases become transmitted and propagated, and what is it in society that enables a set of different causes of death to emerge at one point in time. به مدت بیش از یک قرن نظریه اصلی رایج این بود که علت اصلی مرگ سیاه طاعون گاوی بوده است. عامل این طاعون باکتری یرسینیا پستیس بود که از طریق کک منتقل میشد و برای رشد به محیطی خاص نیاز داشت. از جهات مختلف اروپای قرون وسطی تمامی این شرایط لازم را داشت. Urban centers, garbage on the streets, tremendous milieu in which to breed huge rat populations. And with those huge rat populations, huge flea populations.
گزش یک کک آلوده منجر به انتقال باکتری یرسینیا پستیس به میزبان می شود. این باکتری ها به سرعت در گره های لنفی تکثیر می شوند تا حدی که لنف متورم و سپس پاره می شود. همین که باکتری وارد سیستم گردش خون شد منجر به ایجاد تاولهای سیاه رنگی در پوست می گردد و مرگ سیاه نیز نامش را از آن گرفته است. این بیماری گونه مرگبارتر دیگری به نام طاعون ریوی دارد که برای انتقال نیازی به گزش کک ندارد. In some instances, the bacteria will go to the lungs and begin to proliferate. If you cough and you have also hemorrhaging in the lungs from the bacteria, you can get what's called a bloody sputum, where your spit has blood, flecks of blood in it. And if you're coughing, those respiratory droplets can be quite infectious, and then you can infect another person. هم شرایط محیطی و هم علائم بیماری حاکی از این است که طاعون گاوی عامل اصلی مرگ سیاه بود. ولی برخی دانشمندان به شدت با این نظریه مخالفند. نکته توجیه ناپذیر و جالبی که آنها به آن اشاره می‌کنند سرعت فوق‌العاده بالای شیوع این بیماری است. Basically spread across Europe, Western Europe, within 4 or 5 years. It's an incredibly rapid spread, considering that they didn't have trains, planes, automobiles, that the transportation was by foot or by horseback. I mean, it's a very, very rapid spread of the disease. خیلی ها به امکان شیوع بسیار سریع طاعون گاوی شک دارند. The speed at which the disease spread around communities isn't consistent with what we know about bubonic plague. So this has led some historians to suggest that perhaps there was another causal mechanism involved, there was another epidemic disease involved. Perhaps one suggestion has been the spread of anthrax. Other authors have suggested it might have been an Ebola-like virus. There are clear differences here in relation to the way in which disease is spread. حال چرا کشف حقایق مربوط به بیماری که قرنها پیش به وقوع پیوسته اینقدر برای من اهمیت دارد؟ جواب این سوال کاملا واضح است. دانستن علت مرگ سیاه در مبارزه ما بر علیه فاجعه همهگیر بعدی نسل بشر نقش کلیدی ایفا خواهد کرد. ولی تا چندی پیش چنین به نظر می رسید که سرنخهای معما به همراه قربانیان طاعون از بین رفته است. آیا به راستی این چنین است؟ در مونتپلیه فرانسه گورستان دست جمعی که 650 سال قدمت دارد به علم مدرن این فرصت را داد تا بار دیگر این پدیده را مورد بررسی قرار دهد. گروهی از محققین فرانسوی اجساد قربانیان طاعون را از قبرها بیرون آوردند و در عرصه دانش مدرن به کشفی بزرگ دست یافتند. Black Death studies are still young. It used to be thought Black Death couldn't get anything out of a skeleton. It was a tissue disease. All we have are the bones. Couldn't get anything from it. Now with DNA, with some of the other things that we can get out of bones, there's some possibilities. It's still very, very controversial, but there's some possibilities that we might learn more and more. محققین به دنبال یک گنجینه زیستی هستند، دندان قربانیان طاعون. دندان همانند صندوقی مهرموم شده دی ان ای ارگانیسم هایی را که در زمان مرگ در خون فرد در جریان بوده است در خود نگه داشته است، از جمله شاید عامل اصلی مرگ. On a trouvé quelque chose, je crois que c'est important, les dents sont entières. They took the teeth out of the skulls. Then they examined the tooth pulp for evidence of the presence of the plague bacteria, Yersinia pestis. And according to their results, these sequences were obviously Yersinia pestis DNA, but they were somewhat unique. And it provided the only really objective evidence that we have that the Black Death might indeed have been caused by Yersinia pestis. نتایج حاصل محققین فرانسوی باعث شد تا یک قدم دیگر به حل معمای طاعون نزدیکتر شویم. ولی باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد و گورستان‌های بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. محققین همچنان در حال تحقیقند. در نظر گی دی شالیک، پزشک نامدار قرن 14، مفهوم کک‌های کشنده و دی ان ای باکتریایی همونقدر غیر قابل قبول است که هم محوری مهنوس ستارگان و خشم خدا برای ما.
به همین خاطر جدول ستارگان و هوش و ذکاوت بالا تنها ابزاری است که او برای مبارزه با بزرگترین تهدیدی که نسل بشر تا به امروز با آن مواجه شده در دست دارد. طاعون. تا فصل پاییز مرگ سیاه به خاور دور میرسد و با عبور از سیسیلی ترس و وحشت میآفریند. این مصیبتی بی سابقه است، گویی خود خدا هم از فرزندانش روی گردانیده است. در ونیز، اگیمنت خدمتکار یهودی یک لرد فرانسوی به هر آنچه اربابش خواسته بود دست می‌یابد: زعفران، نعنا، کرچک و کافور و البته چیزهای دیگر. در اواخر سال کشتی‌های بازرگانی از شرق همراه با محموله مرگ وارد بندر می‌شوند. مورخ ایتالیایی قرن 14 گابریل دیموسیس وحشت ناخدایانی که ناخواسته مصیبت شرقی را با خود به وطن آوردند را این چنین توصیف می‌کند: To our anguish we were carrying the darts of death. We were spreading a poison from our lips even as we spoke. Of course, they didn't have any idea that the plague was spread by a bacterium, by a microscopic organism that can't be seen by the naked eye. But they did have a sense and a knowledge that the plague could be spread from person to person. زمانی که اگیمنت راهی ژنو می‌گردد، دنیای پشت سرش شروع به از هم پاشیدن می‌کند. ونیزی‌ها با سرعت عجیب 6000 نفر در روز می‌میرند. در ژانویه 1348 طاعون از طریق بندر تجاری مارسی وارد فرانسه می شود و از طریق دریا به اسپانیا راه می یابد و 60% جمعیت بارسلونا را هلاک می کند. You could imagine a person, let's say a sailor, working in the dock area, being bitten by an infectious flea. They would get on their ship, and then they could travel on their ship. And they wouldn't become sick for, again, 2 to 6 days. So there's the potential for people to move around, move from one area to another before becoming ill. Of course, this same ship may have rats with infectious rat fleas, and then when the ship reaches a port, those rats and their fleas can get off and spread the disease as well. تا اوایل بهار مرگ سیاه تا رود رون و در نتیجه شهر اونیون پیش می رود، جایی که پاپ در آن سکونت دارد. Vénéré, je vous en supplie. La maladie frappe à la porte. Docteur, notre permis protéger. ظاهراً با اینکه گیدوشل یک از پاپ کلمت می‌خواهد تا از قصرش فرار کند، ولی او از این کار سرباز می‌زند. تا آگوست 1348 تا اون به شهر پاریس میرسد و نیمی از جمعیت شهر را هلاک میکند. اندکی پس از ورود پرنسس جوان انگلیسی به بندر بوردو، این بیماری هم وارد بندر میشود. او قصد دارد قبل از رفتنش به کاستیل برای مدتی کوتاه در قصر خانوادگیش استراحت کند. همکنون جوان تنها زنی است که در اروپا تا این حد مورد مراقبت قرار می‌گیرد، ولی تیراندازان و دیوارهای قصر قادر به محافظت از او در برابر این دشمن نامرئی نیستند. Non, non, non! Vous ne pouvez pas passer ici! Non! C'est très dangereux pour la princesse! این بیماری همانند شبح به طور ناگهانی حمله می کند و اعضای یک خانه، یک محله، صومعه و کل شهر را در کام مرگ فرو می برد، ولی قبل از پاشیدن بحث‌های هلاکت همه را به ترس و وحشت می اندازد. There was nothing they could do. And it's that sense of facing an event over which you have absolutely no power that makes it such a dramatic event in human history. I've often tried to imagine what it must have felt like to hear that in the town across the mountains, 75% of the people had just died.
And they did hear. They received letters before the plague came. They knew the plague was coming in many places. So they had time to think about what's going to happen when it gets here. And I can't really imagine a scarier thought. بسیاری از ثروتمندان از ترس این بیماری شهرها را ترک کردند و افراد فقیر را به حال خود رها کردند. What we see in literature are these cowardly figures, the rich who are going into the countryside and who are there frightened by their own mortality. So who's left behind? Who is back in town suffering but the poor and those who are unable to do what the rich can? در انگلستان ادوارد سوم و پسر بزرگش به کاخی در بیرون از شهر فرار می‌کنند و دروازه‌های کاخ را به روی دیگران می‌بندند. ولی فضای کلی شهر به گونه‌ای نیست که کارگرانی که در مزارع مشغول به کارند از شر این فاجعه در امان بمانند. آنها در کنار گله‌ها، در مزارع، در راه‌ها و در کلبه‌های محقرشان تلف می‌شوند. People lived in extreme poverty, and they lived in huts with thatched roofs. They had livestock living in very close association with them. They had dirt floors to the huts. The living conditions were absolutely filthy. The types of environments where you'd expect rats and rat fleas to proliferate and do quite well. با وخامت یافتن اوضاع، کلیساها نیز به پیروانشان پشت می‌کنند. برخی از کشیشان از ترس ابتلا به بیماری از اجرای مراسم خاک سپاری برای مردگان سر باز می‌زنند. برای انسان‌های قرون وسطی دفن بدون اجرای مراسم مذهبی کفن و دفن به معنای عاقبتی ترسناکتر از خود مرگ است. ولی افزایش آمار تلفات و مرگ بسیاری از کشیشان باعث شد تا اسقف اعظم فتوای تکان دهنده صادر کند. If they are on the point of death and cannot secure the services of a priest, then they should make confession to each other, to a layman, or if no man is present, even to a woman. در این روزهای ناخوشایند نجات خیشتن بر از خودگذشتگی غلبه می کند. به گفته جوانی بوکاسیو، یکی از بزرگترین نویسندگان آن دوره، حتی روابط خانوادگی نیز نتوانست افراد سالم را به افراد بیمار نزدیکتر سازد. Relatives were cared for, not otherwise than dogs. They threw them their food and drink by the bed, and then they fled the household. One person would get sick first, the family might start to take care of them, maybe friends would come and help, but then others in the family would get sick, and you can imagine that very quickly people would abandon any attempt to help each other. When you have every third person dying, this of course is going to affect people's outlook and mentality. One of the responses would be fear. Am I going to be next? Is the plague going to strike me? Can I get the plague even from my father, my brother, my sister? از بین رفتن رحم و شفقت در مردم، مورخ آگنولو دی توریا را به وحشت می‌اندازد. Father abandoned child, wife, husband, one brother, another. For this illness seemed to strike through breath and sight. And so they died. The death rates were so high that basically people's faith was shocked or rocked to the core. Many of the teachings they'd been given by the church didn't seem to give them any comfort or seem to be applicable to the situation. Everyone was dying. It didn't seem to make any sense. بافت جامعه به طور کلی در آستانه فروپاشی است و کسی نمی‌داند که چطور می‌توان آن را به حالت قبلیش بازگرداند. This was God's vengeance on humans for their wickedness and sin. What better way to respond to that than by an extraordinary penance that would take away that sin? و مردم از ترس به افراطگرایی مذهبی روی آوردند و به افرادی مبدل شدند که با تقلید از شکنجه‌های مسیح به یکدیگر شلاق می‌زدند.
این افراطگرایی افراد را به سوی فشاری عصبی و آسیب جسمانی بیشتر و نهایتاً کشتار دست جمعی خواهد کشاند. طاعون. تا سال 1348 مرگ سیاه از طریق کشتی‌های حامل موش‌های آلوده از سیسیلی به انگلستان راه می‌یابد. این بیماری در حال حاضر جان میلیون‌ها نفر را گرفته است. در تمامی روستاها همه مزارع اجساد قربانیان به طور سرسام‌آوری روی هم انباشته شده و بحران جدیدی را به وجود آورده. چگونه باید از شر اجساد خلاص گردید؟ If you lose 10% of 95,000 people, think about that. That's 10,000 people. How do you bury 10,000 people that have been lost in a very short period of time? Where do you find the people to take them? Where do you find the people where do you find the carts to take them? The only people who were willing to carry away the dead were these very rustic, uncouth men or women who came down from the mountains or from the surrounding countryside who were willing for very high fees to take away the dead and have contact with the dead. The smells must have been very difficult, and people tried to accommodate that by having fires and, having sweet smells around. They tried to cover up the smell of death. But you can only go so far with that. در سال 1349 روزانه باید برای 300 نفر قبر آماده شود. در شهر اونیون اوضاع از این هم وخیم‌تر است. در طول 6 هفته فقط در یک قبرستان 11,000 نفر دفن شدند. سرانجام پاپ مجبور می شود تا رودخانه رون را تقدیس کند. اجساد هزاران نفر در این گورستان بی‌نام و نشان دفن می شود. ظاهراً این دفن دست جمعی برای ایتالیایی ها بهترین گزینه ممکن است. They were layered like layers of a lasagna. They would put the bottom layer, sprinkle a little dirt, a second layer, sprinkle a little dirt, third layer, sprinkle dirt. در سینا در ناحیه توسکانی ایتالیا آمار تلفات در مقیاسی باور نکردنی است. دقیقاً نیمی از جمعیت مرده اعلام شده است. اگنولو دی تورا که از ساکنین شهر سینا است چنان سوگنامه‌ای می‌نویسد که هنوز پس از گذشت 6.5 قرن می‌توان عمق فاجعه را احساس کرد. In many places great pits were dug and piled deep with the multitude of the dead. And as soon as those ditches were filled, more were dug. I, Agnolo di Tura, buried my 5 children with my own hands. And so many died that all believed it was the end of the world. علیرغم خطرات موجود، افراد با شهامتی هم وجود دارند که برای مقابله با این بحران فزاینده با جان و دل تلاش می‌کنند. بسیاری از پزشکان برای حفظ جان خود از معاینه بیماران دست کشیدند، اما گیدو شلیاک نه. He stayed. I think there was not just bravery, but a certain scientific curiosity there. He wanted to see what this great blazing demon was and how it worked. Guido Chauliac seems to do what a more modern medical practitioner would do, which is he doesn't understand the disease, so he takes part in helping individuals with the disease until he gets it, and then he writes about it. این پزشک نکته‌بین در دفتر یادداشت بی‌نظیرش تمامی علائم این بیماری و مراحل پیشرویش را فهرست می‌کند و به طور همزمان مؤثرترین روش‌های درمانی را ذکر می‌نماید. در تابستان 1348 گیدو شلیاک آتش را به عنوان عامل پیشگیرنده به پاپ کلمنت ششم تجویز می‌کند. 4 تشت بزرگ حاوی نفت و چوب در هر دو سوی تخت پاپ گذاشته می‌شود. دژی آتشین که با اثرات مهلک طاعون مبارزه می‌کند. It gives us this image of the Pope
running from society, so to speak, sequestered in an interior room that is now blazing hot with fires built up around him. Clemens formed his own hell, if you will, in order to keep out of plague's reach. And if your dominant medical theory of disease causation is the miasmas and the bad vapours in the air, then if the smoke given off by the fire has a purifying effect, then clearly that makes some sort of sense in terms of warding off infection. چه با آتش و چه در اثر خوششانسی پاپ از این فلاکت زنده بیرون می آید. ولی پرنسس جوان دردانی شاه انگلستان در امان نمی ماند. همانند نیمی از اهالی اروپا او نیز قربانی مرگ سیاه می گردد. پدرش شاه ادوارد سوم چاره‌ای جز ناله و شیون ندارد. Destructive death, who seizes young and old alike, has lamentably snatched from us our dearest daughter, whom we loved best of all. All the trappings of authority just disappear, and you see one human being, one grieving human being, and he's speaking to another person, and it's a voice that's immediately recognizable 700 years later, despite the trappings of authority. تمامی افراد قدرتمند از جمله پزشکان، کشیشان و نجیب زادگان از پای در می آیند. ولی توده مردم برای رهانیدن از این فلاکت به جای دیگری روی می آورند. در اطراف رودخانه راین افراد با ایمان تصمیم می گیرند تا خود دست به کار شوند. اینها همان افراطگرایان مسیحی هستند که فکر می‌کنند با تقلید از شکنجه‌های خون‌آلود مسیح می‌توانند رضایت خدا را جلب کنند. این افراد در شرایط وخیم دست به انجام کارهای وخیم می‌زنند و مردم دسته دسته به آنها ملحق می‌شوند. People looked upon the flagellants as helping to ward off the disease, as perhaps their extraordinary penance might avert God's wrath and take away the plague. The notion of flagellating oneself might have a particular appeal, a very dramatic method, a painful, dramatic method of scourging oneself of the sins in the expectation that you might not be alive tomorrow. افراطی‌های مسیحی در گروه‌های هزارتایی به مدت 31 روز خود را تسلیم یک ارباب می‌کردند تا طعم زجرهایی را که منجیشان در زمین کشیده است را به آنها بچشاند. این افراد که استحمام، خواب و رابطه جنسی را به کلی کنار گذاشتند، از روی ندامت از شهری به شهر دیگر می‌روند و در برابر تماشاگران علاقه‌مند اعمال آزارطلبانه شنی انجام می‌دهند. ژان دونی در ژورنالش می‌نویسد: The penitents scourged themselves with whips of hard-knotted leather with little iron spikes. Some made themselves bleed very badly between the shoulder blades, and some foolish women had clothes ready to catch the blood and smear it on their eyes, saying it was miraculous blood. Ar esate pasiruošę kentėti už savo nuodėmes, kaip kentėjo mūsų išganytojas? ولی پاپ کلمنت ششم در خصوص افزایش روزافزون افراد افراطگرا به شدت نگران است. The flagellants were suspected by the organized religious establishment. Their coming to a place often created a lot of commotion, and sometimes it was accompanied by even movements against the town authorities or other groups. Religious reform, too. As the plague progressed, one senses that all the institutions in medieval society, including most notably the church, were shown to be the plague showed them to be as powerless as, they were just like everyone else, as the poorest peasant.
این مصیبت فلاکتبار تمامی ندارد. مردم قرون وسطا آماده ظهور معجزه اند و افراطگرها نیز ظاهراً آمادند تا معجزه را به انجام رسانند. That's what the flagellant processions and the sermons that attended them created. This moment of heightened, messianic, apocalyptic, now is the time expectation. در سال 1348 طوفان شدیدی از نفرت به وجود آمد که مهلکتر از خود مرگ سیاه است. این جریان افراطی منجر به شکار جادوگران می شود. افرادی باید پاسخگوی این مصیبت باشند و تاوان دهند. در گردابی از سردرگمی و ترس، افراطگرها افراد مظلوم و بیگناه را مورد هدف قرار داده و کشتار خونین عظیمی به راه می افتد. طاعون. در اواسط سده 13 مرگ سیاه به سرعت به اوج خود نزدیک می شود. تا این زمان از سیسیلی گرفته تا انگلستان همه جا را نابود کرده است. مردم که باور کردند که این مجازات خدا برای تنبیه شرارت‌های جهانیان است، اکنون دست به کار شدند تا خود را از هر گونه گناه تطهیر کنند. The first thing they would do is pass urban reform ordinances. No gambling, no swearing. Put the prostitutes out in a house in the countryside. Clean up your act. Maybe that will avert the plague. Bene, bene, bene. Questo non deve succedere mai più. E voi, seguiteci. Per voi e per le ragazze è tempo di prendere una vacanza. در شهرهای بسیاری همچون پیستونیای ایتالیا، پدران روحانی با وضع احکام جدید به مبارزه با طاعون پرداختند و در مراسم تدفین مردگان تغییراتی اعمال نمودند. Ordinanza numero 3. I cadaveri non potranno essere rimossi dal luogo della morte prima che vengano chiusi in una cassa di legno. Ordinanza numero 5. Che nessuno abbia l'ardire di portare cadaveri all'interno della città. Ordinanza numero 30. Durante i funerali le campane non potranno essere più suonate. به صدا در آمدن ناقوس مراسم تدفین که زمانی صدای دلنشین به معنی از دست دادن یک عزیز بود، حال بی وقفه یادآور است که دنیا به کام دوزخ فرو رفته است. There were so many people dying that you might have a priest might be leading one procession, a procession of one person to a grave, and then he would look behind him and he would see 10 more that he would have to accompany to their grave. So there was a mass death, so much death, in fact, that people, in a sense, became inured to it or hardened to it, that now funerals became the occasion of witticisms and jollification. ولی در آلمان افزایش سرسام‌آور آمار تلفات منجر به بروز عاداتی ناخوشایندتر در میان مردم شده است. خشونت بیش از حد جنبش افراطگرایی. خودتنبیهی خشونت‌آمیز افراطگرها در تلفیق با عقیده خون مقدس حسی به وجود آورده که در سرتاسر مناطق خالی از امید گسترش یافته است. برای این افراد ناامید نمایش‌های پرشور این گروه بیش از زمزمه‌های بی تأثیر کشیش محل جذابیت دارد. دعاها تاکنون جان کسی را نجات نداده است. افراطگرها ترس و خشم مردم را به سوی هدفی ملموس‌تر متمرکز می‌کنند: کلیسای محلی. افراطگرها با این اعتقاد که از خودگذشتگی خونینشان منجر به جلب رضایت خدا می‌گردد، مدعی بودند که همانند عیسی معجزه می‌کنند. Some flagellants believed that dead babies or dead children could be revived in their midst. There's also a famous story of a cow talking as a miracle ascribed to the flagellants. Laiminu vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Meldžiam, prašom Dievę, o Dieve, išgelbėk mūsų kunigą, prikelk jį iš numirusių. Laiminu vardan Dievo Tėvo. در طول رودخانه راین چنین به نظر می رسد که معجزاتی در حال ظهور است.
با این حال در اونیون فرانسه و در قلب عالم مسیحیت روزانه 4000 نفر تلف می شوند. پاپ کلمنت ششم به خوبی می داند که افراطگراها موضعی خصمانه در برابر اقتدار وی دارند، ولی کاردینال‌هایش او را از انجام اقدامات عجولانه برحذر می دارند. آنها از این می‌ترسند که حمله آنها به این جنبش به ویژه در زمانی که او در اوج محبوبیتش است می‌تواند به ضرر کلیسا تمام شود. There's an interesting dynamic between the popular attitude towards the flagellants and the authorities' attitude towards the flagellants. The authorities tended to take a hostile stance, but the people, on the other hand, seemed to have supported the flagellants. It's largely because they associated their arrival with a warding off or averting of the plague. برای سرکوب این شورش‌ها از دست کلمنت کاری بر نمی آید و چیزی نمانده که این جنبش وارد شنیع‌ترین مرحله خود شود. These processions could be experienced by ordinary people, ordinary Christians, as a totally transformative moral experience that uplifts them and that makes them feel that they have the strength and the energy to make their city or their town a better place, whatever that takes. It may take swearing that you'll never gamble again. It may take throwing the prostitutes out of the city. It may take expelling the Jews or even burning them. بازرگان یهودی اگیمت از میان سرزمین‌های طاعون زده عبور کرده، ولی همکنون خطر بزرگتری در انتظار اوست: کشتار و خونریزی عظیم. It's human nature, I suppose, to look for a scapegoat in times of crisis. Jews always seem to be the scapegoat, and in the Black Death they were as well. برای افراطگراها دست کشیدن از انتقاد کلیسا و حمله به یهودیان جهش بزرگی بود، چون به نظر مسیحیان قرون وسطی یهودیان بزرگترین توهین کنندگان به خدا بودند. There is a whole history of blood libels against the Jews, a whole history of persecution of the Jews by Christians during the Middle Ages. از بخت بد او پوشش خاص اگیمنت یهودی بودن او را لو داد و در نتیجه او را برای پرسجو نزد مقامات رسمی شهر بردند. به گفته مورخ قرن 14 ژان دیونت او تنها قربانی نبود. The infection and the sudden death which it brought were blamed on the Jews, who were said to have poisoned wells and rivers and corrupted the air. Beim Beutel, den dir der Rabbiner gegeben hat. Was war denn eigentlich im Beutel drin? Ich habe keine Lügner. Von keinem bekommen. Lügner. Von keinem. Du hast Flüsse vergiftet, nicht wahr? Ich schwöre. Lügner. Lügner. پس از ساعتها شکنجه اگیمنت سرانجام در هم می شکند. او به دروغ فریاد زنان اعتراف می کند که یک عالم روحانی کیسه پر از زهر به او داد و او با آن چاه‌ها را سم می کرد. They were forced to confess that no Jews are innocent. All Jews are guilty. They're all part of this conspiracy. No one can be cleared of these charges. طی گزارش دیونت اعترافاتی همانند اعترافات اگیمنت در سرتاسر رودخانه راین بر سر زمانها افتاد. Accordingly, the whole world brutally rose against them. And in Jewish communities, many thousands were indiscriminately butchered, slaughtered, and burnt alive by the Christians. What's poisoning us is the Jews' presence itself. That the Jews' presence is a moral failing. It's our sin to tolerate them, and this is what's bringing this punishment. As Pope Clement VI pointed out at the time, Jews were dying in equal number to Christians, so it was fantastical to argue that Jews were poisoning people during the Black Death. کسی به تذکرات پاپ توجه نمی کند. در ولنتاین سال 1349 اهالی شهر استراسبورگ در اطراف بیش از 2000 نفر یهودی حلقه میزنند و همه آنها را در یک چشم به هم زدن میسوزانند.
این وحشیگری در بیش از 15 شهر آلمان و سوئیس تکرار می شود. مردم اروپا مسموم شدند، ولی نه به وسیله دسیسه زهرآلود یهودی ها، بلکه در اثر ترس، نفرت و جهالت. این ترکیب مرگبار سریعتر از مرگ سیاه از کنترل خارج می شود. در زمستان 1349 مسیحیان آلمان، فرانسه و سوئیس برای فرونشاندن خشم خدا به سوی همشهریان یهودی خود روی می‌آورند و مرتکب قتل عامی مهیب می‌شوند. ولی خشونت و کشت و کشتار نمی‌تواند جلوی پیشروی مرگ سیاه را بگیرد. در اوینیون تقریباً تمامی اشرافیان به بیرون از شهر فرار کردند. حتی پاپ نیز به امارت ییلاقیش عقب نشینی کرده و اعتمادش را به حفاظ آتشین از دست داده است. فقط یک نفر از درباریانش او را در این عقب نشینی همراهی نمی کند و او پزشک برجسته گیدی شالیک است. ولی آخرین تحقیقات این پزشک پیر باعث می شود تا این بیماری به طرز خطرناکی به محل زندگی او نزدیکتر شود. Guy de Chauliac continued to make the rounds during the plague in Avignon to the point where he himself came down with the illness. And even on his deathbed, he doesn't quite know what it is that we've got. But he's willing to help people. He's willing to try. تعهدی که دوشلیک نسبت به بیمارانش داشت او را به بستر مرگ انداخت. بهتر از او کسی نمی‌داند که احتمال بهبودیش چقدر بعید است. همچنان که این پزشک قهرمان در فرانسه برای رهایی از دام مرگ به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد، جنبش افراط‌گرایی در آلمان در حال فروپاشی است. فرقه افراط‌گرایی که اساساً از زاهدین مسیحی تشکیل شده، حال نظر تبهکاران را به خود جلب می‌کند. آنها اموال کلیساها را به غارت می‌برند و به طور آشکارا با زنان بدکار ارتباط برقرار می‌کنند. One gets the sense from some of these stories that in some of these villages the flagellants were almost treated like rock stars, and that there might be what would be after flagellant parties. The sight of the blood, the stripped down bodies and the sweat and the lean muscular frames and all of that no doubt aroused many young female peasant hearts. That and the fact that you just had so much emotion loose at that moment in time. اقدامات افراطگراها دیگر قابل تحمل نیست. بالاخره مراجع قدرت علیه آنان دست به کار می شوند. در اکتبر 1349 پاپ کلمنت ششم از افراطگراها می خواهد تا متفرق شود و این درخواست وی صریحاً مورد بی‌توجهی قرار می گیرد. The church actually has to look to the political means of stopping the flagellants. The flagellants begin to be arrested or they begin to be chased away by military officials. حتی برخی از اربابان که حال اربابان خطا نامیده می شوند نیز دستگیر شده و گردنشان زده می شود. Wir befinden dich für schuldig. Du hast Unglauben verbreitet. Du bist zum Tode verurteilt. Soll Gott deine Seele schützen. حتی پس از متلاشی کردن جنبش افراطگرایی نیز بیشتر قسمت‌های اروپا در برابر کشتار ناجوانمردانه یهودیان موضعی خصمانه می‌گیرند. بازماندگان این کشتار وحشیانه در جستجوی یک سرپناه مطمئن می‌گردند. Most of Europe, France, England, large parts, many German cities had no Jews by the end of the 14th century. They'd expelled them or killed them. But in some places, Jews were being given greater protection by monarchs and invited to settle. And one of those places is Poland. در سال 1349 لهستان به دست شاه کازمیر کبیر اداره می شود. The legends are that he fell in love with a Jewish woman called Esther. And it was out of love for her that he issued this bull of protection to the Jews of Poland and invited more Jews into Poland.
one of the ironies is it pushed the German Jewish community toward Poland. And 700 years later, that sort of came full circle again with the same group of Germans. در زمستان 1349 طاعون به شبه جزیره اسکاندیناوی راه می‌یابد. 2 سال پس از ورود این آفت به روسیه، بحران فرانسه به پایان می‌رسد. پس از اینکه نیمی از جمعیت اروپا از صحنه روزگار محو می‌شوند، خود طاعون نیز لنگان لنگان به پایان راهش می‌رسد. Infectious diseases have these natural cycles that they go through until that cycle is broken, either by human agency or by, for example, a change in virulence of the infective organism itself. As the Black Death proceeded and as the humans began to die and society, that it was falling apart basically, it's possible that the human numbers drop down below a certain level and that these outbreaks can't maintain themselves. آمار تلفات نهایی این آفت به قدری بزرگ است که تصورش هم برای انسان غیر ممکن است. I think the plague was unprecedented in the scope of its mortality, and I'm of the opinion that the mortality was higher than most scholars are willing to accept. I believe that the average mortality was close to 50%, not a third or 30% as most scholars claim. بیشترین آسیب را مراکز شهرنشین و جوامع مذهبی تجربه کردند. این بیماری مصری 60% از جمعیت ونیز را نابود کرد. در صومعه که گی دو شلیک آموزش دیده بود، از 140 نفر راهب فقط 7 نفر از راهبان اصلی زنده میمانند. طبق گزارشات به دست آمده در انگلستان بیش از 2 میلیون نفر، یعنی حدود 1/3 جمعیت جان میبازند. ولی شاه انگلستان ادوارد سوم همانند سایر اشرافیانی که از شهر فرار کرده بودند زنده میماند. There's a somewhat lesser death rate among the upper classes, partly because they could move. They could leave an urban area, they could leave a town, they could go out. Their castles or their manor houses might provide an environment that was a little less conducive to the contagious nature of plague. پاپ کلمنت ششم که در زمان اوج فلاکت شهر اونیون را ترک کرده بود نیز زنده و سرحال است. جالبتر از این بهبود یافتن پزشک او گی دو شلیک است. او در دفتر یادداشتش چنین می‌نویسد: Towards the end of the plague, I developed a fever with a swelling in the groin. I was ill near on 6 weeks. When the swelling had ripened, I treated it with figs and cooked onions mixed with yeast and butter. I escaped by God's grace. Oh, c'est un miracle, mon ami. Il faut que nous allons prier. ولی خیلی ها برای زنده ماندن مشقت های زیادی را به جان خریدند. بعضی از آنها به قدری سختی کشیده بودند که دیگر ارزش زنده ماندن را زیر سوال میبرند. ابن خلدون یکی از مورخین عرب قرن 14 است که ترسش از فرارسیدن روسای شرعی را این گونه توصیف میکند: The plague swallowed up many of the good things of civilization and wiped them out. The entire world changed. Think about the impact of losing 15 million people, what that does to society, what that must have done to the church, what that must have done to science, to medicine, to art, to literature. What if you lost a Da Vinci in there? What if you lost a Leonardo? What if you lost a Michelangelo because of the Black Death? You can look almost anywhere and see the traces of this loss of a third, a half of humanity. Well, I read one tombstone that said he died in the year when scarcely a quarter of humanity was left on Earth. This sense that you're part of a fragment, 25% remaining, that's it.
در تاریخ ثبت شده بشریت این تنها برهه‌ای است که در آن تک تک جهانیان بدون هیچ استثنایی نظاره‌گر مرگ دردناک عزیزانشان بودند. غم و اندوه و انزوا شاعر ایتالیایی پتراک را ویران می کند. Consider what we were and what we are. Where are our dear friends now? Where are the beloved faces? There was a crowd of us. Now we are almost alone. ولی تا اون برای بعضی‌ها به جای اندوه فرصتی برای چپاولگری، میگساری و تجاوز به وجود می آورد. عده‌ای به طور وحشیانه وارد خانه‌های خالی مردگان می‌شوند و شرایط رو به وخامت می‌گذارد. Giù le mani da lei! Quella è la mia donna! Maiale! مورخ فلورانسی ماتئو ویلانی دیگر از خشم به سطوح آمده است. Men gave themselves to the most disordered and sordid behavior more than ever before. They rushed headlong into lust. با این وجود اکثر بازماندگان این مصیبت بزرگ نه دچار یأس می‌شوند نه به موفقیت‌های بزرگ دست می‌یابند. اکثر آنها به زندگی روزمره خود ادامه می‌دهند. هرگز ایمانی که به خدا دارند را از دست نمی‌دهند و از این مهمتر امید به آینده در آنان پابرجاست. Medieval people also had the assumption that God would make all things right, that God had a plan, that the apocalypse would set things right in the end, or that there would be a renewal, a restoration, that this is not simply the end, there would be something that would come beyond. What's amazing in a way is how quickly these societies renormalized, re-routinized, became functioning societies again. بقیده مورخ فرانسوی ژان دیونت این اعتقاد مردم قرون وسطی به آنها کمک کرد تا نه فقط جان سالم به در ببرند بلکه همچنان به پیش رفته و زاد و ولد کنند. When the epidemic was over, the men and women still alive married each other. Everywhere, women conceived more readily than usual. خشونت فقط برای مدتی کوتاه آرام گرفت. در جامعه‌ای که سعی دارد زخم‌های عمیقش را ترمیم بخشد، بار دیگر هرج و مرج همه جا را فرا می‌گیرد. قالب قدیمی نابود می‌گردد و با نوک شمشیر به قالب جدید شکل داده می‌شود. طاعون. در کل تاریخ بشریت فقط چند رویداد را میتوان نقاط عطف تلقی نمود و هنگام صحبت از باقی چیزها گفت که قبل و یا بعد از آنها رخ داده‌اند و مرگ سیاه یکی از آنهاست. When in European history has there ever been an event where possibly 50% of the entire population died in such a quick time? It's an event like this which we can barely wrap our minds around. How is it that you can wake up one morning and be dead by the evening? بازماندگان پریشان این واقعه جز ادامه دادن به زندگی چاره دیگری ندارند. گذشته این افراد جز غم و اندوه چیز دیگری در بر ندارد. I've often wondered whether the sense of despair and the sense of irrationality with regard to what has happened opened up minds to questioning authority, but questioning how we understand God, and questioning to what degree there is an authority that we can all turn to. طاعون باعث شد نفوذ 1000 ساله کلیساها دچار تزلزل شود. بسیاری از نجیب زادگان تصمیم گرفتند تا کنترل عقایدشان را خود به دست بگیرند. Some families began to hire private chaplains, so that there seems to be a kind of privatizing of religion that takes place. گرچه طاعون منجر به نزدیکتر شدن عده‌ای به خدا گردید، ولی عده‌ای هم در دنیای علم دنبال جوابهای جدید خود می‌گشتند.
در اونیون فرانسه گیدو شلیک که از تا اون جام به در برده قصد تألیف شاهکارش با نام جراحی بزرگ را دارد. این کتاب که تا 3 قرن بعد نقش کلیدی در حوزه پزشکی اروپا را ایفا خواهد کرد، به جای فلسفه باستانی و ستاره شناسی بر اساس مشاهدات عینی خود او تهیه می شود. The plague had an important impact in the practice of medicine because when the plague arrived, the university-trained physician who was basically an internist and didn't do any clinical medicine. His knowledge of medicine was all theoretical. After the debacle of the plague, medicine became increasingly more practical. در همین احوال در مناطق حومه ایتالیا تحول دیگری در حال وقوع است. قبل از شیوع طاعون قحطی بسیار شایع بود. گرچه وجب به وجب زمین بس پاشی میشد، ولی ذخایر موجود هرگز به قدری نبود که نیاز فزاینده این همه جمعیت را برآورده کند. حال برای اولین بار در طی قرنها همکنون کشاورزان قادرند تا علاوه بر غلات محصولات لوکس کشت کنند و بدین ترتیب ایتالیا به مرکز تولید روغن زیتون و میوه‌های معطر مبدل می‌گردد. Francesco, vieni giù ad aiutare. Non posso fare tutto da solo. Sì, papà. باغستان‌های ایتالیا حاکی از واقعیتی مهیب است. افت ناگهانی جمعیت مزایای ویژه‌ای به دنبال دارد. As people died, wages rose. And as people died and lands were vacated, people who in the past were relatively poor could afford to begin to invest in land. And what that meant was that all of a sudden people who had been peasants were now what we might call kulak class. They were now landowners. They had decent-sized farms, and they could actually live independent lives rather than working in the fields of others. One of the interesting things is to look at the diet. Their diet, which is almost strictly grain-fed diet, ale, bread pudding, bread, now has quite a bit of meat in it, has some vegetables in it. La cena è pronta. Andiamo, figli. ولی با افزایش دارایی کشاورزان بسیاری از اعضای طبقه اشرافی سقوط می‌کنند. قرنها طبقه ثروتمند برای اداره اموراتشان به کارگران وابسته بودند و حال با فرصت‌های شغلی بهتری که در پیش روی این طبقه قرار گرفته، اشرافیان بدون نیروی کار مانده‌اند و مجبورند تا محصولاتشان را خودشان جمع‌آوری کنند. می‌بینیم که چگونه یک کشیش با شادی سقوط طبقه قدرتمند را شرح می‌دهد. Churchmen, knights, and other worthies have been forced to thresh their corn, plow their land, and perform every other unskilled task if they are to make their own bread. Ma che stai facendo? Ma come la stai usando quella zappa? Marito mio, giuro che te la faccio mangiare questa Ma guarda pala. come stai zappando, se la usassi bene non staremo qua tutto il giorno. بسیاری از اشرافیان ورشکسته از کار در مزارع امتناع می‌ورزند. به جای آن سعی می‌کنند تا به روش قدیمی کسب درآمد کنند با نوک شمشیرشان. You have a lot of military types running around. Sometimes they're employed by France or England or Spain or Catalonia or someone, in which case they're drawing a salary and looting cities for pay. Sometimes they're unemployed and they're looting cities to feed themselves. شوالیه ها به منظور جبران اندازه رو به کاهش نیروهای نظامیشان برای این بازی قدیمی قانونی جدید وضع کردند و جنگ های چریکی آغاز گردید و وضعیت بدتر شد. Have all these demilitarized men roaming the land, looking for opportunities to pillage. And that's really where things like scalping, for example, come from. It was the terror tactics of these groups of military men seeking to extort from villagers and from city folk. از میان بازماندگان این حوادث نیروی کوچکی هم وارد عرصه آرامتر تجارت و صنعت شدند. Simply the destruction of so many people forced the survivors to come up with labor-saving devices such as the printing press.
industries that used to rely heavily on surplus manual labor, like the cloth industry, which used to be able to count on lots of dislocated peasants who didn't have land because there were so many people and land was fixed. They can't rely on that labor. So they start to turn to other kinds of solutions, technological solutions, like mills. کمتر از یک قرن پس از وقوع مرگ سیاه، دست نوشته‌های تلاکوب قرون وسطی به تاریخ می‌پیوندند و ماشین چاپ گوتنبرگ آنها را از دور خارج می‌کند. All the industries that we really associate with later processes of industrialization start to emerge in the late 14th century, and you could argue that they emerge partly as a response to the labor crisis precipitated by the plague. با این وجود بزرگترین آسیب طاعون نه در میدان نبرد و نه در کارخانه ها که در قلب انسان ها احساس می گردد. I can't even imagine the anguish that would have occurred from a parent or a child watching a parent get sick. Take young people who may have seen their parents die, surviving in the 1350s, but with that memory of death all around them, so that death became a common sight. Well, I think there is lots of evidence that there was a psychological transformation affected by the plague and by the sudden dramatic disappearance of so many people. مرگ همچون شبحی وحشتناک به ذهنشان رسوخ کرده است و در آثار هنری قرون وسطی موسوم به رقص مرگ به وضوح دیده می شود. The kind of Dutch paintings you see with skeletons dancing and with a kind of memento mori, just remember death. Death is everywhere. اختشاش اجتماعی پس از طاعون، گسترش نگرش‌های شکاکانه و فردگرایی، همگی به دوران اوج شکوفای فرهنگ و دانش اروپایی منتهی شدند، دوران رنسانس. در ایتالیا دوران رنسانس انطباق پذیری خارق‌العاده جامعه بشری را نمایان می‌سازد. نوعی سرسختی و انرژی خلق مجدد که طی سالهای تیره و تار دوران طاعون حفظ شده است. It was as if Europe had suddenly switched off and then back on again. And the Black Death had done that. ولی امروزه بسیاری از دانشمندان نمی‌دانند که جامعه مدرن امروزی تا چه حد قادر است در برابر فاجعه‌ای مشابه ایستادگی کند، چون میکروب‌های کشنده هنوز هم در نواحی دوردست زنده‌اند و منتظر میزبانی‌اند تا وارد مراکز پرجمعیت مدرن شوند. بین سالهای 1347 و 1350 نزدیک به نیمی از جمعیت جهان ناپدید شدند. نه قبل و نه بعد از این فاجعه هیچ زمین لرزه، جنگ و سلاح‌های کشتار جمعی این چنین تلفاتی را به بار نیاورده. The ultimate enemy are microbes. And man has no reason to think that because of his superior intellect, if it really came down to a battle, he would necessarily win. جالب این که میکروبی که منجر به طاعون گاوی شده همکنون در میان ما وجود دارد. در عربستان سعودی، آفریقای شمالی و جنوبی، بخش‌هایی از آمریکای جنوبی و ایالات متحده. این میکروب از دیار کهن چین سوار کشتی‌های تجاری شد و به کالیفرنیا راه یافت و در ایالات متحده منجر به شیوع طاعون گاوی گردید. این بیماری از داخل ساحل غربی گسترش یافت و به جوندگان صحرا و مناطق آمریکا سرایت کرد. It's in the southwestern part of the United States, Colorado, New Mexico, Utah, California, some in Texas, Arizona. It's mainly in ground squirrels, chipmunks, prairie dogs, small rodent animals. It can infect other animals, and particularly cats.
cats, like humans, are very, very susceptible to plague, and they can develop plague pneumonia with cough, and they can spread the disease then to people. If the pet owner is handling the cat, has the cat up in their face, and the cat's coughing, they can get what we call primary pneumonic plague, which is acquired by inhaling the bacteria. در قرن 14 وقتی مرگ سیاه جان مردم را می‌ستاند، تنها درمان بظاهر مؤثر نزول معجزه بود. ولی حالا آنتیبیوتیکا قادر به درمان طاعون گاوی‌اند، البته اگر بیماری در مراحل اولیه شناسایی شود. We began immediately tracing contacts, looking for whoever might have been in contact with this person might have been exposed. And then quite often these people get prophylactic antibiotics to make sure the disease doesn't spread. yersinia pestis عامل اصلی طاعون گاوی به خوبی بررسی و شناخته شده است، ولی آنچه پزشکان را نگران کرده کشنده‌های میکروسکوپی ناشناخته است، بیماری هایی که هر لحظه می توانند در میان جوامع مدرن ظهور و گسترش یابند. Things entering into the food chain, things changing hosts that you'd never dream would change hosts, things appearing in unlikely areas. ایدز، سارس، تب دره و بیماری لایم همگی فقط به دلیل تغییر شرایط در میان جوامع مدرن شیوع پیدا می کنند. هنگامی که فرصتی در اختیار میکروب ها قرار می گیرد به سرعت از آن استفاده می کنند. Lyme disease really was let loose because suburban forests in the northeast were being cleared for suburban sprawl. So it's the same phenomenon. I mean, we're doing that today. We don't know what agents we're going to let loose. What if Ebola virus established a new home in the east coast of the United States? That could be pretty awful. It's untreatable. It's unfortunately spread from patients to caretakers. It's the family taking care of them, the doctors, the nurses that come down with that disease. And it's a very frightening disease in that respect. در دوران قرون وسطی مرگ سیاه در مناطق دوردست ظهور یافت و از طریق راه‌های تجاری و با سرعتی باور نکردنی در سرتاسر دنیا منتشر شد. امروزه میکروب‌ها قادرند با سرعتی بسیار بالا و تا مسافت‌های بسیار طولانی انتقال یابند. When you think of the 24-hour period of travel, you realize that any virus in the world, anywhere, can be right here in this living room within one incubation period. Doesn't have to transmit to anybody, doesn't have to go through a fleet, doesn't have to do anything. Looking at the plague, there are a couple of things that jump out that parallel our situation. You have the notion of an expanding economy, new trade routes. You realize that 500 million people every year cross international borders on international airline flights. 500 million a year. 70 million work outside their own country. I mean, the numbers are just staggering of the amount of movement, the speed of that movement, and the density of the humans. Put that together, it's a setup. پزشکان قرون وسطی همچون گید و شلیک که مذهب و خرافات مانع پیشرفتشان شده بود، در برابر مرگ سیاه هیچ گونه آمادگی نداشتند. بسیاری از متخصصان از این میترسند که هنگام مواجهه با یک چنین همهگیری مصیبتباری دانش مدرن نیز به همان شکل غافلگیر شود. If you took something like the plague of the 14th century, where people are dying in their homes, in the streets, and all over the place, I'm not sure we'd handle it. I hope we'd handle it better, but I'm not sure we'd handle it terribly much better than the people of the medieval period did. We don't have a lot of redundancy in the system. We don't have surge capacity, as they call it. If something goes wrong, you know, the capacity is not there to really handle it. There's absolutely no way that organised health systems could cope with an epidemic of the proportions of the Black Plague. در پایان تاریخ فقط میتواند آنچه را که رخ داده بازگو کند.
ترس و خشونت، شجاعت و فداکاری، ترمیم و نوسازی. اینها میراث مرگ سیاهند. The plague is a kind of mirror in which we can actually see how a society coped with a clear medical human disaster. وقتی این آینه را به زمان حال برمیگردانیم تصویری مبهم و نگران کننده میبینیم. زیرا دشمن اصلی بشر همچنان به طور آزادانه در محیط است و از لحاظ کشندگی از دشمن 650 سال پیش هیچ کم و کسری ندارد. بیداری آن امری قطعی است. آیا آماده ایم؟ نه.